میخوام یک هخامنشی براتون معرفی کنم. در وجود سید علی خامنه ای 2 تبار به هم دیگه میرسه. یکی تبار هخامنشیان ایران و یکی هم تبار سادات که هر دو شجاع بودن. میدونید که از ایران باستان کلمات تغییر میکنن. مثلا رهومنه میشه بهمن، هخامنه میشه خامنه. و در اسم سید علی خامنه ای یه سید هست یعنی از تبار سادات، یه خامنه هست یعنی از تبار هخامنشیان. روستای خامنه یکی از روستاهای باستانی ایرانه که اینا تبار هخامنشی داشتن. در وجود سید علی خامنه ای 2 تبار به هم دیگه میرسه. یکی تبار هخامنشیان ایران و یکی هم تبار سادات که هر دو شجاع بودن. از خامنه ای انتظار ترس نداشته باشید.